جنرال رازق قچکزی فرمانده پلیس کندهار و از چهره‌های پرنفوذ و پرآوازه در جنوب کشور و عبدالمومن حسین‌گل رئیس امنیت ملی کندهار امروز در یک حمله مسلحانه جان باختند. این رویداد هنگام رخداد که نهادهای محلی با فرمانده نیروهای خارجی از نشست در دفتر والی کندهار برگزار شدند و جنرال فرمانده نیروهای خارجی را همراه پس از گرفت روز پنجشنبه قرار گرفت و جان داد. او چندین عضو خانواده‌اش را نیز در خشونت‌ها از دست داده بود. جنرال رازق در سال 1358 هجری خورشیدی